مسجح از منطقه کوهسار مملکت محسوب یافته در زمین‌های کشاورزی این ناحیه اساساً کارتوشکا کشت کرده می‌شود. طبق اطلاع مسئولان بخش کشاورزی در ناحیه در مجموع 368305 گکتار زمین موجود است که از این شماره 3800 گکتاری آن زمین آبی میباشد. باید گفت که اقلیم ناحیه کوهستان مسجح برای پرورش و استحصال کارتوشکا موافق بوده. دهقانان تجربه بوی کارتوشکا پروری دارند. برای رویاندن حاصل بلند دهقانان همه جهت زحمت میکشند. از نوره مینرالی سر کرده بود تا ارگانیکی را پوروهای محلی میگویم. برگ های درخت را کمپوست میکنند. همین کار را برآمده نوره استحصال میکنند و میکنند. نوره مینرالی باشد صاحب کاران وطنی وارد مینمایند به حدود ناحیه و از همان حساب و یا را دسترسی اهالی میکنند که اهالی از آنها را استفاده میبرد. همه سال دهقانان از تخمه‌های خوش‌صفتی به اقلیم مطابق کشت این زراعت را براه مانده حاصل بلند کارتوشکا به دست می‌آورند. تخمه‌ها اساساً نوع‌های محلی بودند. در سردخانه‌ها به طور مخصوص نگاه داشته می‌شود. همه ساله ساکنان ناحیه کوشش به خرج میدهند که در موسم تیرما در وقت غنوچین حاصل ذخیره تخمی را براه مانند و چون این اقدام نیک ادامه داده ایستادند و امروز هم طبق معلومات ها در ناحیه تخمی برای کشت زمین های کشاورزی و در مجموع تمام کشاورزان یعنی تخمی ضروری ذخیره کرده شده است و امروز ثمرناک استفاده برده زمین ها را کشت کرده ایستادند. کشاورزان حاصل رویانده بلند کارتوشکا را در استفاده تخمی خوش‌صفت و رعایت قاعده‌های اگروتکنیکی پرورش معنیداد میکنند. خواجگیداران در زمینی در اختیار داشته در برابر کشت کارتوشکا همزمان دیگر زراعت کشاورزی را کش نموده در تامین بازارهای جمهوری سهم میگذارند. در ناحیه کوهستان مسجح همساله کشت کارتوشکا از حساب به گردش کشاورزی در آوردن زمین‌های بیکار خوابیده زیاد کرده می شود. دوام سالهای صاحب استقلالی با مبلغ‌گذاری اجنسی بهداشت زمین و آبیاری نزد حکومت جمهوری تاجیکستان و مقامات اجرایی حکومت دولتی ولایت سوخ در موضع دشت فلخمان ناحیه کوهستان مسجح بیش از 240 گکتار زمین کشاورزی از خود کرده شده. با این مقصد در مسافه قریب 9 کیلومتر از سوی تبسمین خط آبی پالیزی کشیده شد. در موضع تگاب آبادان نیز زیاده از 80 گکتار زمین آبیاری کرده شد که و هم به گردش کشاورزی وارد گردیده. در آینده این اقدام با دستگیری حکومت جمهوری تاجیکستان ادامه داده می شود و زمین های بیکار خوابیده ناحیه کوهستان مسجح که خود موقع کم زمین است از خود کرده می شوند و باز هم میدان کشت در این ناحیه زیاد کرده می شود. سالی روان کارتوشکا پروران ناحیه در میدان 2500 گکتار کشت این زراعت را به راه ماندند که نسبت به سال گذشته 173 گکتار زیاد می باشد. توسط ثمرناک استفاده نمودن قطعه‌های زمین نزدیک ساکنان غیر از تامین روزگاری خود همزمان برای به فروش برآوردن محصولات کشاورزی از جمله کارتوشکا سهمی مناسب می‌گذارند. عبید نظر عبدیه ساکن دهه لنگر یکجای با عائله و فرزندان غیر از سهمی در اختیار داشته‌اش قطعه زمین نزدیک خود را نیز ثمرناک استفاده می‌برد. من همچون آموزگار در برابر آموزگاری باز با کشتی زراعت‌های پولیزی از آن جمله کارتوشکا، گندم، باقلا دیگر زراعت‌های خارجی رو کشت کار میکنیم. غیر از زمین نزد حولگی باز زمین‌های وای داریم، پرزیدنتی داریم، زمین‌های اجاره‌ای داریم که ما اهل عائله ما در اونجا سهامدار هستن کار فعالیت میکنیم. شکری راهبری دولت میکنیم که زمینا رو با دست دهقان دادیان ما از همین زمین حاصل میکنیم. زمین استفاده کنندگان در جای خالی مانده قطار درختان سیب، سیرپیاز و دیگر زراعت‌های پالیزی را نیز کشت کردند. کشاورزان ناحیه برای از خود کردن یا که استحصال کردن محصولات آذوقه‌واره از هر یک وجب زمین حد الامکان از زمین‌های از خود ناکرده شده یک وجب هم باشد حرکت میکند که همون وی از خود کرده زراعت‌های آذوقه‌واره را کشتش را براه ماند. طبق اطلاع سال جاری ساکنان سهامداران ناحیه کوهستان مسجح نیت دارند که زمین کارتوشکا کشت کرده خود را درست نگهبانی کرده حاصل بلند می‌رانند و استحصال کارتوشکا را به 80,000 تن می‌رسانند.